اگر دختر کسی را میخواهد برای ازدواج شما مجبورش نکنید، بگذاری سرنوشت خودشه. اگر شما حرف دارید بگید، نصیحتی دارید بگید، اما شرایط امروز در نظر بگیرید. شرایط بلوچی قدیم نیست، عصر جدیده، تحولات توی دنیا آمده و لحاظا چشم این دختران باز شده دنیا را میبینن و لحاظا اگر کسی اونا راضی نیست اجبار نشه شرعیه و اگر کسی را میخواهند بالاخره شما همون کسی که خودشو میخواهند یا راضی باشه به جایی که شما پیشنهاد میدید. شما اگر جایی را دارید پیشنهاد میدید راضی شما خوب است، نشد اجبار نکنید. و این بخشی از این مسئله فرار دختران که الان انجام میگیره اجبار والدین، جهالت والدین، نادانی والدین که شرایط در نمیابد و شرایط نمیدانند و در نظر میگه باید حرف ما بشه و پارا به یک کفش میگذارن که تو باید مردی یا ماندی قبول بکنی. نتیجهش اینه. این طلاق که هم درست میشن بخشی به همینه.